یه روزی رو میبینی که یه عده‌ای در کنارت هستند، یه عده‌ای مقابلت هستند، یه عده‌ای تماشاگرت هستند. این تماشاگرها رو شما هم نگاش کن. اونی که مقابلته شما در کنارش برو، ولی چرا خاموش؟ اونی که در کنارته هواشو داشته باش، اونیم که فکر میکنه کنارته چرا خاموش؟ نگاش کن. این حرفو که میزنم یه روزی یه جایی قطعا خواهید فهمید.